بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. در قدم نخست عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام بینندگان عزیزی که برنامه خودشان یعنی پاسخ نور را بیننده هستند. امیدوار هستم ساعتی که بنده در خدمت شما قرار دارم بتوانم که برنامه مفیدی بر شما داشته باشم. بنابراین دوستایی که سوالات شرعی دارن می توانند به شماره تماس برنامه تماس گرفته و ما را از سوالات خود در جریان گذاشته تا ما بتوانیم حسب توان بندگی راهنمایی هایی را برشان به نسبت به ارشادات رسول خدا صلی الله علیه وسلم و آیات کلام الله برشان بیان کنیم. در زمانی که تماس میگیرید کوشش بکنید جای خوبی را بر خود اخذ بکنید تا ما صدای شما را داشته باشیم و به سؤال شما جواب ارائه بکنیم. موضوعی که بر برنامه انتخاب کرده شده است موضوعی هست که در رابطه بر نجات در صحرای آخرت. چرا هر کداممان، زن و مرد، خرد و بزرگ، جوان و موسفید، در تلاش و صدد از این هستیم که ما چه در دنیای فعلی و همچنان در صحرای آخرت از جمله افراد کامیاب باشیم. لیکن بعضی ما آگاه و بعضا ناآگاه به هر طرف اقدام خود را دراز می سازیم. پس بنابراین کوشش بکنیم بنابر ارشادات کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم او افرادی که نبی خدا صلی الله علیه وسلم از جمله کامیاب ها اونها را معرفی کرده، از دسته از او افراد خود را ما بتوانیم درست بکنیم. پس بنابراین در حدیث از جمله احادیث گوهربار رسول خدا صلی الله علیه وسلم مهربانی می کند که 7 دسته از گروه مردم هستند یا 7 صنف از جمله صنوفی هستند که در صحرای محشر از آفتاب سوزان محشر اونها در امان قرار می گیرند به نسبت به سایه و ظل که اله العالمین بلا کیف بر از اونها مقدور می سازه که بعضا احادیث اشاراتی به سایه عرش اون را تحلیل میکنن و مهربانی میکنن. هیچ سایه در صحرای آخرت نمی باشه الا همان سایه عرشی که الله تعالی اونجا موجود می سازه. پس در صحرای آخرت بارهای مختلف از علما ما شنیدیم که تا زمانی که حساب و کتاب از بنده گرفته می شود، آفتابی که فعلا به میلیون ها و میلیاردها کیلومتر از ما بلندتر است ولیکن یک انسان نمیتوانه 1 ساعت هم در تابش آفتاب خود را نگاه بداره. پس در صحرای آخرت او آفتابی که فعلا به کیلومترها دور است، او آفتاب به 1 نیزه بالاتر از سر انسان استاد می باشه، چگونه بتوانه از شدت گرمش از او آفتاب در امان خود را نگاه بداره؟ پس بیاین کوشش بکنیم که راه حل همین مسئله را پیدا بکنیم که ما چگونه و به چه توان می توانیم از آفتاب سوزان محشر در امان باشیم. پس راه حل وجود نداره الا ای که ما خود را عامل به کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانیم. پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه مهربانی کرد؟ 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروه از دسته از افرادی هستند که الله تبارک و تعالی اونها را در زیر سایه عرش یا زیر سایه که مقدور گردانیده است اونها را جاگزین می سازه در روزی که هیچ سایه نیست الا همان سایه که الله تعالی آفریده است که از او دسته 7 گروه مردم کیها می توان شد. خوب دقیق باشیم اینها را شمار کرده و در ذهن خود جاگزین بسازیم.
اگر بیندیشیم ما از همان دسته از افراد هستیم، فبها و نعمه، شکر الله تعالی را بجا بیاوریم و بیندیشیم اگر ما از او دسته از افراد نیستیم، کوشش بکنیم که خود را حداقل از یک دسته، 2 یا 3 اگر توان بیشتر داریم بتوانیم از همان 7 دسته از گروه افراد که همان اعمالی را که رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیان فرموده، ما خود را از او دسته از افراد جور بسازیم. فریحه خواهرمان از لوگر به تماس هستند. سلام علیکم و رحمت الله. فکر کنم تماس خواهر خود را از دست دادیم. خب میایم به موضوع خود. گفتیم 7 دسته از گروه هستند که الله عزوجل بر از اونها نجات را مقدور ساخته از آفتاب سوزان صحرای آخرت. از میان از این 7 گروه اولین گروه از اینها امام عادل. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود که پادشاه عادل است، مسئول عادل است. هر آن فردی که 1 نفر را مسئولیت داره، او من حیثاً خودش پادشاه 1 فرد است. این دقیق باشیم. پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، فکر در از این نداشته باشیم که پادشاه فقط همان فردی را گفته می شود که مسئولیت 1 کشور تحت فرمان از او شخص باشه. نه خیر، بلکه پادشاه برای او دسته از افراد گفته میشه که حداقل 1 نفر را سرپرستی داشته باشه. پس پدر جان، مادر جان، برادر بزرگوار، تو در خانه خودت پادشاه خانواده خودت هستی. پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، در غیاب شوهر خود پادشاه و ملکه خانه خود هستی. برادر بزرگواری که بر بالای برادران خود بزرگ سنتر هستی و همشیره ها بزرگ سنتر هستی، تو ما تحت برادرانی که داری تو پادشاه از او برادران هستی. پس نسبتاً به هر فردی از افرادی که تحت مسئولیت ما و شما هست، ما پادشاه قرار میگیریم بر بالای از اونها. ببینیم گفتیم او رئیس 1 منطقه یا 1 مرکز یا 1 اداره پادشاه افرادی هستند که در تحت فرمان از او عمل اجراعات دارند. پس نسبت به همان اندازه افرادی که از شما اطاعت میکنه، شما مسئولیت دارین که باید احساس مسئولیت و ادای مسئولیت داشته باشین. پس امام عادل، پادشاه عادل، پدر عادل، وکیل عادل، امام مسجد عادل، والی عادل و همچنان رئیس جمهور عادل و بالاخره خلیفه عادل در صحرای آخرت از آفتاب سوزان محشر در امان می باشند. بیاندیشیم پدر عادل هستیم یا نیستیم؟ چه ادای مسئولیت کردیم نسبت به فرزندان خود؟ چه ادای مسئولیت کردیم نسبت به همسر خود؟ چه ادای مسئولیت کردیم رئیس بزرگوار نسبت به مأمورین خود؟ اگر کردیم و یا میکنیم احساس مسئولیت و ادای مسئولیت، فبها و تو از دسته از افراد اول شمار شدی. در غیر از او اگر تا به ایدم احساس مسئولیت و ادای مسئولیت نداشتیم، بیندیش که از دست از اول از او افراد نجات یابندگان قرار نگرفتیم. نمیدانیم که از 6 گروه دیگر میتوانیم خود را شامل بسازیم و یا خیر. امام عادل، پادشاه عادل، باید همچون صحابی جلیل القدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چنانی که در ذهن ما جاگزین است که خلیفه روی زمین از برای تمام مؤمنین بود، به اضافه از این ادای مسئولیت که در خلافت خود نسبت به مسلمانان انجام داد، همو اندازه مسئولیت را نسبت به فرزندان و خانواده خود هم احساس می کرد.
روزی که مبارک در چوکی خلافت می نشینه، شبش فرزندان خود را جمع میکنه، برشان میگه بچه فکر میکنم که امشب شما بسیار خوش هستین که پدر شما امیر المؤمنین شده، خلیفت المسلمین شده، شما خیلی خوشحال هستی از این مسئله. طبعا هر فرزندی که باشه پدرش به یک مقام و منصب وقتی که دست پیدا میکنه او دیگر از خوشی در لباس خود نمی گنجه. لیکن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چه زیبا مهربانی میکنه. بچه ای را متوجه باشین، اگر کوچکترین اشتباه از شما سر بزنه چنان حالتی را بر بالای شما جاری بسازم که از خلافت و امارت پدرتان پشیمان شوید. پس حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنه ادای مسئولیت و احساس مسئولیت داشته. پس من حیث نمونه ای را به ذهن خود بسپارین، اولین فردی که نجات پیدا میکنه در صحرای آخرت پادشاه عادل است. دومین فردی که یا دومین افرادی که نجات پیدا میکنن کیها هستند؟ شاب نشأ فی طاعت الله، جوانی که نشأ و نمای زندگیش در طاعت خدا جل و علا شانه سپری میشه. جوان محترم، در قدم اول خطابم بر خودم است. در 24 ساعت از اوقات یک شبانه روز خود چند ساعتش را ما اختصاص بر طاعت خدا دادیم؟ 5 وقت نماز داریم در یک 24 ساعتی که از ما و شما سپری میشه. اگر با تمام کمال با اخلاص همین 5 وقت نماز را ما ادا بکنیم در 1 ساعت هم این مدت زمانش طول نمیکشه. آیا همین 1 ساعته که در 24 ساعت مقدور است که ما باید فرض است که عبادت بکنیم درست عبادت کردیم یا نکردیم؟ حال از نفلیات اضافیات ما گذر میکنیم، فقط صرف فرضیات را گفتیم که 1 ساعت هم در مدت زمان 24 ساعت وقت و زمان نمیگیره. آیا امی 1 ساعت را هم درست ما عبادت کردیم یا نکردیم؟ از این بیشتر ما چی بگوییم که اگر نفلیات داریم نداریم؟ در میان تمام اموال و سرمایه ما مقدور است فرض است بر بالای ما 2.5% از 100 2.5% را باید بپردازیم زکات. آیا به اندازه عدالت کردیم که همین 2.5% خود را درست بپردازیم یا نپردازیم؟ همچنان در رفتن و فریضه حج تا زمانی که صاحب نصاب و رفت آمد حج را مقدار مال را نداشته باشی و تهیه مال چند مدت زمانی که در طول ایام حج باقی میمانی در از اونجا باید بر فامیل داشته باشی علیه ما و شما فرض نمیشه. ولیکن اضافه تر از او زمانی که فرض شد آیا ما حج رفتیم یا نرفتیم؟ اگر حج رفتیم به کدام مقصد و نیت رفتیم؟ به خاطر رضای خدا بود یا به خاطر چشم دید مردم بود؟ به هر صورت دومین دسته از افراد را گفتیم که جوانانی که نشأ و نمویشان در طاعت خدا جل و علا شانه سپری شود. امروزه اگر بر جوان توصیه داشته باشیم میگو بزرگوار فعلا ما جوان هستم بگذار یک ذره سن ما بالا بره باستاوا میکنم. جوان بزرگوار به هزاران تن هزار جوانانی که از ما کرده سنشان پایانتر بود فعلا در زیر خاک مدفون هستند. از کجا ما و شما خطی داریم که میتوان به سن کهنسالی و موسفیدی و پیچ سفیدی زنها برسن یا نرسن؟ آیا همین خط را آیا همین مهر را ما داریم که در سن پیری میرسیم یا نمیرسیم؟ اگر بر مادران بزرگوار توصیه کرده شود که مادر جان خواهر بزرگوار
این کارهایی که ما و شما انجام میتیم این کارها ناشایسته است، از این کارها باید توبه کرده شود. باز اونها میگن فعلا خود جوان هستیم، بگذار یک ذره که با سن ما بالا رفت باز توبه میکنیم. مادر جان، برادر بزرگوار، باید توبه کنیم. باید که زندگی ما، نشأ و نموی زندگی ما در طاعت خدا جل و علا سپاری شود. مریم خواهرمان از کابل سوال کردن، همکارا سوالشان را گرفتن که چه کار کنم توبه هم قبول شود، یعنی شرط قبولیت توبه چی است؟ امی چه سوالشان است. علما مهربانی میکنن شرط قبولیت توبه 3 چیز است و اگر همی ظلم نسبت به دیگران باشه 4 چیز میشه. خب تماس داریم، تماس را میگیریم، بعد از او بیان میکنیم. فاطمه خواهر ما از بدخشان، سلام علیکم و رحمت الله. بفرما خواهر. سلام ملاقات، خوب هستین؟ سلامت باشی خواهر، بفرما. یک سوال داشتم معنی از باره سیاسی. خواه؟ یعنی سیاستا مدتا سیاستا سنی را گرفته، اما خانواده زن، اما خانواده اما دختر چند سال میگیرن. چی میکنن خانواده دختر؟ همه خانواده همه دختر که نیستن در چیه گرفته دیگه نیستن، اما خب من انشالله برای شما جواب بیان میکنم، شما بیننده برنامه باشید. خواهرمان سوال کرده بود، خواهر قبلی که خواهرمان مریم نام داشت، از کابل بودن، که توبه ایم قبول چی کار کنم که توبه ما قبول شود. یک چیز را دقیق باشیم، شرایطی که علما بیان کردن ایره خوب دقیق باشیم، ورنه به تنها تسبیح انداختن شاعر مهربانی میکنه سبحه بر دست توبه بر لب دل پر از ذوق گناه معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. بیشه توبه نکنیم که همون خود گناه علیه ما خنده بکنه، همان شیاطین بر بالای ما بخندن که چه خوب تسبیح چه خوبم استغفار، ولیکن دل پر از ذوق گناه. کجا این قبولیت میتوانه داشته باشه که ما بگوییم توبه کردیم؟ خوب سوال کردن خواهرمان. ما برشان ای رو میگم، علما مهربانی میکنن 3 شرط از جمله شرایطی هست که اگر گناه نسبت به بنده و خالق باشه که باید به منظور پذیرش از این توبه شرط است که باید این کار را انجام بدن. 1 این دقیق باشیم، ندامت و پشیمان بودن از گناه. ندامت و پشیمان، این باید از گناهی که انجام داده پشیمان باشه و اظهار پشیمانی بکنه. دومین شرطش ای است که اگر در آتش هم انداخته شد و به او گناه پس دوباره بر نگرده. تماس داریم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما برادر. بفرما برادر بزرگوار. درباره میراث بود یک سوال داشتیم. بفرما. یک برادر ما سال یک نفر 7 بچه داره، یک بچه خود گرفته از خانه بیرون کرده. پدر زنده است. بر مثال تو با پدر میگه که بیا ای انگشتر سباز من از تو حق نرفتم، چرا برادرات از یه باز او زندار است، دیگه زندار نیست. مطلب دیگه چی موضوع است؟ باز ساز دیگه میمونه که تو باز از برگ ما تو در ملکیت ما حق نداری. این کدام مشکل است که حق داره باید ندید نداره. من انشاءالله برای شما بیان میکنم. درست است؟ بیننده برنامه باش. سلامت باشی. خب
دومین شرط توبه گفتیم که باز دوباره اراده نداشتن بر گناه ولو که در آتش انداخته شود. اگر همین گناه مربوط بر یک فرد دیگر، یعنی ظلم شده باشه بر بالای دیگر کسی، به طور مثال من سر کسی ظلم کرده باشم، شرط ای است که قبول توبه من ای است که باید از او انسان بخشش طلب بکنم. به طور مثال حقش خوردیم یا ظلم بر بالایش کردیم یا به هر شکل از اشکال، شرط ای است که باید من از او انسان بخشش بطلبم. اگر او فرد توبه کرد، اگر او فرد فوت کرده باشه، باز این میشه که به حق از او انسانی که ما علیه از او ظلم کردیم و فعلا پشیمان هستیم استغفار طلب بکنیم، بعضی از صدقات کرده و بر روح از اونها ببخشیم. ان شاء الله این کار انجام بدیم، شرایط توبه به جا می شود و توبه ما پذیرفته می شود. خب فکر میکنم مریم خواهرمان از کابل به تماس هستند. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بفرما خواهر. سلامت باشین و خیر باشین. بفرمایید. صدای شما رو ندارم، صدایتان ندارم، کمی بلندتر صحبت کنید. خواهر صدای من رو دارین؟ بفرما، حال سوالتان رو بگوید. نه صدایتان گم شد. باز دوباره جایتان تغییر بتین خواهر. ها خواهر صدای مرا اگر دارین گپ مرا گوش بکنین. خب جایتان درست انتخاب بکنی. خیر اگر این دفعه نمیشه بار دیگر تماس بگیرین ما بتانیم سوال شما رو، تا سوال ما دقیق گرفته نتوانیم جواب بر شما گفته نمیتوانیم. خواهر عزیز تماسشانم قطع شد، خدا کنه دوباره وصل شوند. خواهر دیگر ما فاطمه از بدخشان سوال کردن. فکر میکنم که گفتن که برادر ما یا کسی از جمله سنی مذهبا از شیعیان دختری گرفتن با وجود از ای که او دختر رضایت نداشت، او فامیل دختر رضایت نداشته باشه. فکر میکنم امیر رقم سوالشان بود یا سوالشان برعکس بود. ببینید در دین مبین اسلام به منظور شیعه و سنی مذهب تفرقه ایجاد کردن ای برای هیچ مؤمن و مسلمان نمیزیبه. من این مطلب را میگم، یک چیز را دقیق باشیم، هر آن فردی از افراد ولو که سنی مذهب باشه به یک تن از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم توهین بکنه و نه تنها سنی نه بلکه مسلمان ما او را خطاب نمیتونیم کرده. اگر مسلمان خطابش نکردیم پس از او دختر گرفتن و بر از او دختر دادن جواز نداره. به همین شکل اگر از قشر برادران تشیع ما باشن، اگر از اونها یک فردی از افرادشان پیدا شود که یک صحابه رسول خدا صلی الله علیه وسلم را توهین بکنن، ما اونها را نه تنها مسلمان شیعه نه بلکه اون را اصلا هرگز ما مسلمان خطاب کرده نمیتونیم. بس که ما مسلمان خطابش نکردیم پس جواز نداره از اونها ما دختر بگیریم یا دختر بر از اونها بتیم. پس بنان من حیث یک عقیده بر خود ذهنیت بسازیم که هر آن فردی از افراد باشه، چه شیعه باشه چه سنی باشه، اگر به کدام جزئیه از دین عقیده سالم نداشته باشه او مؤمن شده نمیتونه. وقتی که مؤمن نشد چنان احکامی که شرع علیه مشرکین کفار یهود و نصارا ما استعمال میکنیم علیه امی برادران هم استعمال میکنیم، ورنه در غیر از او اگر عقیده شان سالم باشه کدام مشکلی نداره. وقتی که دختر و پسر به همراه همدیگر خوش میتوانند بوده یا همدیگر را دوست داشته باشند، چه شیعه باشه چه سنی باشه میتوانند به همراه همدیگر ازدواج بکنند. همچنان عبدالصبور برادرمان از کابل به تماس بودند و سوال کردند که اگر یک پدر 7 بچه داره و یک بچه از این از خانه خود بیرون کرده، این مثال از این که اون فرزندش عروسی کرده او را از خانه بیرون کرده. تماس داریم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سلامت باشی برادر بزرگوار. بفرما. شب یلدا ها؟ درست است برادر، من انشاءالله برای شما معلومات میدم. خب برادر ما عبدالصبور سوال کرده بودن در رابطه به میراث. اگر همی پدر بر از اون بچه که او را از خانه بیرون ساخته او را محروم میراث در آینده میسازه، آیا جواز داره یا نداره؟ ما یک چیز را دقیق باشیم برادر. اگر پدر در زندگی خود مال و اموال خود را تقسیم میکنه، اختیار داره، خودش مالک است، خودش صاحب مال است، ولو که تمام اموال خود را به یک فرزند خود بخشش میده، ولو که همی تمام اموال خود را صدقه میکنه. این موضوع را دقیق متوجه باشیم. بعد از وقفه انشالله برای شما جواب کامل ارائه میکنم. وقفه داریم، انشالله زود برمیگردیم. مجددا عرض سلام دارم خدمت تمام برادران و خواهران عزیزی که تازه به برنامه خود پیوستن. در پی جواب برادرمان عبدالصبور هستیم. برادر سوال کرد که پدرم 7 فرزند داره و یک بچه خود را از خانه خود بیرون کرده و او بچه هم که صاحب خانه و فرزندها هست و پدر باعث میشه که این فرزند باید شست بگذاره که از میراث پدر در آینده و بعد از وفات پدر باید این محروم باشه. ببینیم، من پیشتر یک اشارتا گفتیم که در زمان زنده بودن پدر اختیار مال خود را داره، میتوانه که تمام اموال خود را بر یک بچه خود بخشش بده یا هیچ بر فرزندان خود بخشش نکنه، تمامش را میتوانه صدقه بکنه. لیکن بعد از وفات پدر دیگر پدر از اختیار اموال خود خارج میشه. شریعت خودش تقسیمات میراث را بیان کرده، ضرورت بر از این نمیمانه که پدر بر از او بعد از وفات خود وصیت داشته باشه. ای که میتوانه یک وصیت بکنه که اگر یک پدر میتوانه تمام مال خود را بگویه ما وصیت میکنم بعد از وفاتم صدقه شود، تمام مالش هم صدقه نمیشه و از ثلث مال یک حصهش میشه که او را وصیت بجا کرده شود. ورنه در غیر از او اگر پدر جان خواهان ازی استی که اگر پدر خواهان ازی است که فرزند خود را میراث نده، در زندگی خودش باید که مال خود را تقسیمات بکنه. ای که مد نظر خود چی را داره، چرا بچه خود را از میراث خود محروم میسازه، این خودش و اللهش میدانه. اگر میدانه که این لیاقت همون مال را نداره یا ایست که امی فرزندای دیگر ما ضرورتشان بیشترتر به نسبت به این فرزندم است، دمو زندگی خودش میتونه تقسیم مال خود را بکنه. اما این من حیث میراث تقسیم کردن نمیتونه، بلکه من حیث بخشش تقسیم میکنه، خودش میدانه و جواب آخرت خود. ورنه در غیر از او بگذاره خود فرزندان هستند. وقتی که پدر خودش وفات کرد شریعت خودش برش تقسیمات میراث را بیان کرده، هیچ کدام مشکلات در بین فرزندان باقی نمیمانه. اگر او فرزندانی که متشرع باشند، از شریعت پیرو باشند، پس شریعت خودش تقسیمات میراث را واضح بیان کرده، هیچ ضرورت برای تقسیم پدر نمیمانه. خب احمد برادرمان از تخار سوال کرده بودن در رابطه به شب یلدا یک چیز معلومات بدین. خوب موضوع را اشاره کردن، خداوند جل و علا عمر طولانی برشان نصیب بگردانه. چرا ضرورت مبرم جامعه فعلی ما و زمان ما همین تقاضا داره که در از این بابت یک چیز ما بحث بکنیم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که در مدینه منوره تشریف بردن، دید که بعضی از افراد یک تعداد روزها را خوشی میگیرند. به طور مثال یکی در سال نو که ما و شما او را من حیث سال نو میگیم، و یکی هم در مهرجان میگن که امی مهرجان را تفصیل دادن شارحین حدیث که شب یلدا را گفتگی هستند، که در از این دو زمان بعضی از تعداد افرادی بودند که خوشحالی میکردن و رخصتی میکردن. نبی کریم علیه السلام سبب رفت جویا شد که اینا چرا در از این روزها خوشی میگیرن.
صحابه رسول خدا صلی الله علیه و فرمود که این دسته از جمله اعمال بود که بعضی از مردم قبل از دور اسلام از اینها چی می گرفتن؟ خوشی می کردن و از این روزها تجلیل می کردن. پس بناهن امی مردم به همون خاطر از این روزها تجلیل میکنن. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمود که من بعد کسی دیگر از این روزها خوشی نکنه، بلکه بر ما خدا جل و علا شانه 2 روز دیگر را بجای از این 2 روز نصیبه گردانید. پس از او 2 روز میتوانند خوشی کرده که روز عید سعید فطر است و عید سعید قربان. در غیر از او از اعمال جاهلین، از اعمال مجوسیین و شرکیین شما خودداری بکنین، خود را بر از اونها مشابه نسازین. مریم خواهر من قبلا به تماس بودن. السلام علیکم. بفرما خواهر. سلامت باشین، بفرمایین. يعني جاي من الرومان بلاي شخص يعني مثل شخص شباب داره حالا چطوره مثلا شما مشوره من کنه چرا میزند شوهرت شما را؟ هیچ عارف من گوش نمونه نفسم جاي من دعوام من میزنه میکشه بلاي شخص چند سال میشه شخص بلاي شما خودت بر بالای شوهرت سوال مرا گوش بگی. خودت بر بالای شوهرت شک میکنی که تو را لطکوب میکنه؟ سر چی مطلب شک داری؟ خب امی شک تو راستی است یا تنها بر شک است؟ خب که باور نکنی چی از دست ما و شما میایه. خب برنامه رو بیننده باش، من انشالله برای شما بیان میکنم. درست است. خواهرمان مریم قبلا سوال کرده بودن، ما سوالشان را گرفتن نتوانستیم، همکارا سوالشان را گرفتن. من انشالله اول جواب از اونها را میگم، با سوال از این خواهر ما را جواب میدم. خواهر ما مریم سوال کرده بود خانه ای را ما گرو گرفته بودم و فی الحال کرا دادیم، آیا اینمی کرا دادنم که پیسه که ما میگیریم سود است یا نیست؟ این کرا گرفتن شما 100% سود است. حتی در نفس گروی شما ما برنامه داشته بودیم که در مسائل سود داخل است، پس کوشش بکنین ای را خب بالکل نباید بگیرین. ای که گرو گرفتین پس به کرا دادین، از این 100% خودداری بکنین. 1 روپیه 1 لقمه از گرو ای سود میبخشین. 1 لقمه و 1 روپیه از سود در داخل شکم داخل شوه این گناه سخت‌تر است از بعضی از گناهانی که حتی ما در ذهن ما نمیرسه. از این بسیار سخت خودداری بکنین. خانمانسوز است، تباه کننده است، دنیا و آخرت انسان را سود تباه میکنه. یکی از جمله 7 گناه هایی که موبقات است یعنی مهلکات است، یکی از جمله از او گناه ها همین سود است. از سود خودداری بکنین خواهر گرامی. 100% به هر چی زودتر. شاید تا ایزدم که نمیفهمیدین، خب خیر الله تعالی شما رو معذور بشماره، ولیکن از این به بعد که به این مسئله دانستین، از این مسئله سخت خودداری بکنین و از این گروی هم کوشش بکنین خود را بیرون بکنین. خواهر دیگه ما سوال کردن شوهرشان ایشان را میزنه. به خاطر چی میزنه؟ به خاطر که اینها سر شوهر خود شک داره. خب خواهر بزرگوار، شک خود نمیتوانه که بر ما دلیل شوه. خب طبعا وقتی که یک زن بدون کدام ادله بر بالای شوهر خود شک بکنه، شوهرم خب طبعا دیگه اگر او که آغشته بر رابطه نامشروع نباشه و انسان صالح و نیک باشه، خب چرا زن خود را بزنه؟ خب وقتی که شما شک میکنین دلیلم ندارین، خب امی باعث میشه که از هم بپاشین و شوهر علیه شما غضب شوه و شما را لطکوب بکنه. راه حلش همی است که وقتی که دلیل ندارین، وقتی که خوب موثقا نمیدانین، صرفا به منظور شک
شما نباید زندگی خود را تباه و برباد بسازین. پس شک نمیتواند دلیل شده. شک خود را برطرف بکنین، از شوهر خود معذرت طلبان باشین، برشان بگوین ما شک داشتیم ولیکن فی الحال شک ما مرفوع شده است. و همراه شوهرتان خوب روش داشته باشین، عزتش داشته باشین. ان شاء الله اگر الله تعالی شوهرتان را هدایت نصیب بگردانه به منظور امو روش صالح و نیک شما، پس دوباره اونها هدایت میشن، نه شما را لطکوب میکنن، نه زندگیتان تباه میشه و نه همچنان خودتان به تباهی کشانیده میشین. پس بنابراین شک را از ذهن و ضمیرتان دور بسازین. الله تعالی به این مطلب گواه هست، مهربانی میکنه شما بپرهیزید از بعضی از گمانها. چرا؟ فإن بعض الظن اثم، چرا که بعضی از ظنها و گمانها و شکها که از گناه است. در همین جا گناه است. خواهر بزرگوار میگی شوهرم قسم یاد میکنه که من کسی رابطه ندارم و من خودم به همراه کسی ندیدمش، خب لیکن بر بالای شک دارم. خب شک را خود باید از ذهن خود دور بسازیم. این شک در ذهن ما باش، خب ما رم تباه ساخت، فامیلم تباه ساخت، شوهرم بر بالای ما غضب ساخت. کوشش بکنیم این شک را از ذهن خود دور بسازین خواهر بزرگوار. میاییم پس دوباره به موضوع برنامه خودمان که گفتیم افرادی که در صحرای محشر از آفتاب سوزان نجات پیدا می کنند. دومین دسته از افراد گفتیم که کدام افرادی هستند که نشأ و نموی زندگی و جوانیشان در یاد خدا جل و علا شانه و در طاعت الله تعالی سپری می شود. ذبیح الله برادرمان از تخار به تماس است. سلام علیکم. بله برادر. الحمدلله بفرما برادر. درست است، ما برای شما راهنمایی میکنم. برادرمان ذبیح الله از تخار به تماس بودن، سوال کردن خانم من مرا گپ ما را نمیگیره، چه کار بکنم که اینا اصلاح شوند؟ یک راهنمایی را ما از پیش خود نمی کنم بلکه از کلام خدا جل و علا شانه برای شما بیان میکنم. ان شاء الله مؤثرترین راه کلام الله تعالی است. کوشش بکنین از این راه یک چیزی برای خود الگو بسازین، ان شاء الله خانم شما فرمان بردار شما میشه. الله کریم جل و علا شانه مهربانی میکنه. اگر شما ترس از ایر دارین که زنهای شما سخن شما را نمیگیره و از جمله ناشزات هستن، فعظوهن، در قدم اول شما اونها را وعظ بکنین، نصیحت بکنین، برشان سخنهای شیرین و نصیحت آمیز بیان بکنین. ایر دقیق باشیم. آیا ما وقتی که زن ما یا فامیل ما سخن ما رو نمیگیره از کدام راه پیش میریم؟ ما و شما اکثرا از روی جهالت و نادانی بعضا اوقات بلا نسبت انسانهای صالح ابتدا شروع میکنیم از زد و خورد و جنگ و جدال شروع میکنیم، لط و کوب را شروع میکنیم. همی است که کینه در دل جانب مقابل پیدا میشه، دیگر وعظ و نصیحت ما هم سر از اونها تاثیر نمیکنه. الله کریم چی فرموده است؟ در قدم اول به همراه همسرانتان اگر او همسر ناشزه قرار میگیره، سخن شما را قبول نمیکنه، شما بر از اونها نصیحت بکنین، پند بتینشان. فعظوهن، اگر وعظ شما نصیحت شما کارگر نشد، وهجروهن فی المضاجع، در جایگاه های استراحت جایتان را جدا بسازین. دومین راه حل ای است که جای خود را جدا بسازین. در قدم اول پشت دور بتین، در قدم دوم اگر این کارم نتیجه نداد جایتان را بالکل در یک خانه جداتر بسازین. در قدم سوم اگر ایم نتیجه نداد، مفسرین مهربانی میکنه اتاق خوابتان را جدا بکنین. این سه کار ان شاء الله راه حل است. اگر ای هم بازم نتیجه نداد، وعظ و نصیحت کردی نتیجه نداد،
باز جایت را جدا کردی نتیجه نداد. در قدم سوم واضربوهن، اونها را بزنید. یعنی چه رقم بزنیم؟ وقتی که مفسرین مهربانی میکنن باید لطکوبتان غیر مبرح باشه، یعنی شکست و کسر نداشته باشه. به چنان نباید بزنین که اونها دستشان بشکنه یا پایشان بشکنه یا کدام قبرغهشان بشکنه، یعنی چنان زدن نباشه که اونها از حال به حال شوند. باید زدنتان هم از روی حکمت باشه، چنان باید اونها را لطکوب بکنین فقط به اندازه‌ای که اونها بترسن شاید ناشزگیشان دور بخوره و فرمان بردار شوند. باز اگر اینها باز هم کارگر نشد، این سه کار انجام دادی، وعظ و نصیحت کردی، دوم مرتبه جای خود را جدا کردی، در سوم مرتبه لطکوب هم صورت گرفت، اگر اینها کارگر نشد باز در قدم چهارم اینها را به خانه پدرشان روان بکن. چند زمانی که سپری شد یک حکم از جانب زن و یک حکم از جانب مرد تعیین شود، دو تا موسفید، دو تا انسان‌های که دلسوز باشن، یعنی دو تا انسان‌هایی که مصلح باشن خودشان، نه که اونها خودشان مخرب باشن. پس اونها در میان رفت و آمد بکنن، سخن از زنم بشنون، سخن از مردم بشنون. ممکن که امین نشوز زن عامل از این ناشزگی زن همین اعمال مرد باشه. از زنم بشنون که چرا سخن مرد قبول نمیکنه، چرا به گفت همسر خود نمی باشه، و این طرف درد مردم بشنون که چرا این همسرش از این قبول نمیکنه سخن را. ممکن که همو عیب و علت در مرد وجود داشته باشه. بعضا اوقات ما خود تأکیداتی می داشته باشیم صرف سخن ما باید قبول شود، در حالی که یک چیز را دقیق باشیم. بعضا اوقات از پدر و مادرم سخنش قبول نمی شود. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرموده که شما در معصیت خالق اطاعت مخلوق را نکنین، لیس طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس بعض اوقات وقتی که پدر و مادر، شوهر اگر دستور به کار گناه میته، بر فرزند خود یا بر همسر خود یک شوهر دستور میته، باز اطاعتش لازم نیست. از همسر باید سوال کرده شود که چرا قبول نمیکنی گپ شوهرت را. بس این درد دل خود را بیان میکنه و از همسر هم شوهر هم سوال شود که چرا این قبول نمیکنه. دو طرفه دردای دل گفته میشه. اگر کدام جورآمدی در بینشان امکانات داشت که اینها زندگی خود را درست سپری بکنن فبها و نعمه، اگر امکاناتش نبود در بین اینها تفریق ایجاد میشه. او میره و به زندگی خود ادامه میده و این میره و به زندگی خود ادامه میده. یعنی در بینشان راه چهارم راه طلاق است که دیگر راه وجود نمی داشته باشه، که آخرین راه طلاق است. کوشش بکنیم که راه طلاق را به آخرین راه بگذاریم. بعضا اوقات چنانه بر ما سوالات رخ میده که برادران بزرگوار اولین راه خود راه طلاق را انتخاب میکنه، بر زن خود 3 طلاق را تلفظ میکنه، بعد از او باز میای راه حل را پای جویا میشه. برادر بزرگوار این کار هرگز انجام نده. آخرین راه طلاق است و اولین راه طلاق را انتخاب میکنی. گرفتن زن یا نگاه کردن زن یک پیاز و کچالو و گودی بازی نیست به این مسئله که هرگاه دلت شد هر لفظی رو بر بالایش استعمال بکو، پسان بگو ما پشیمان شدم، ما قهر بودم، یا ما به مذاقی گپار استفاده کردیم، یا ما به خود نبودم این گپار استفاده کردیم. نه خیر برادر بزرگوار، وقتی که اختیار طلاق به دست تو است دقیق باش، باید کوشش بکنی که هر لحظه ای را از زبانت بیرون نسازی. این 4 راه را انشاءالله به نسبت به کلام خدا جل و علا شنو که راه داشته کوشش بکو که از 3 راهش استفاده بکنی، راه 4مش در اخیر بگذار. سودابه خواهر من از تخار به تماس است. السلام علیکم و رحمت الله. بفرما خواهر. مالایی که ما همیشه شوهرم در خانه بیکار است. ها دیگه همیشه در خانه میره هیچ کاروبار نمیکنه، با ما دیگه همیشه اوقات تلخی دیگر خونی میکنم.
قباقای نامت ترس میگیرم داریش هم رفت میزنم یا گناه یا ثواب به خاطر از این کار نمیکنه. اگر کار کنه حتما من خوش میباشم اولادارم خوش از دیگه خود سوار من خوش میباشم. این کار نمیکنه و به حالت عوامی روز خواهد میرانیشه به گفتن میزنم. چرا کار نمیکنه؟ کار نداره یا تنبل است؟ کار که نمیکند از روی تنبلی نمیکنه یا کار برش پیدا نمیشه خواهر؟ کار که نمیکنه از روی تنبلی نمیکنه یا کار؟ مطلب را گرفتم، گفتم امی کار که نمیکنه از روی تنبلی است. خواه باز خرج مصرفتان از کجا میشه که کار نمیکنه؟ درست است، من برای شما بیان میکنم. سلامت باشین. خب سودابه خواهرمان از تخار به تماس بودن، سوال کردن شوهرم کار نمیکنه، همیشه در خانه است، ما به همراهشان پیشانی ترشی میکنم و اگر او کار بکنه طبعا ما خوش هستم، اولادام خوش است، اونا هم خوش است. و که کار نمیکنه خود طبعا بله همین مسئله هست که همسر یعنی زن بر بالای شوهر 3 چیز را حق داره. لباس همسر باید آماده کرده شود، خوراک همسر باید آماده کرده شود و مسکن، جایی که زیست و زندگی بکنه. این 3 چیز را بر بالای شوهر خود حق داره. اگر این مرد پولدار و پیسه‌داری است که استراحت میکنه در خانه خود، بد اخلاقی نمیکنه، مشکل نداره و انسانی است که سرمایه داره، سرمایهش کار میکنه. اگر نه که این انسان است به مال دنیا، در حالی که پول و پیسه هم داره، ای هم نداره و ای هم مثال یک زن در خانه می نشینه سر و صدا. طبعا ما یک مثال دارن بزرگا گفتن آدم بیکار یا غر شوه یا بیمار. طبعا باز او یا سر و صدایی به بار میایه یا بیمار و مریض میشوه. کوشش شوه که مردان باید در کار برن و مرد به منظور و به خاطر پیدا شده است که زحمت بکشه، باید کار بکنه، ولو که میلیاردر هم باشه، ولو که هر نوع مختلف تجارت داشته باشه، بازم در خانه بودن مرد ضرور نیست، لازم نیست. باید به منظور کسب و توان و کوشش باید بیرون برای و کار بکنه و این مردی که بیرون نمی برای کار میکنه خود طبعا دیگه همین پیشانی ترشی ها باقی میمانه. و کوشش بکنین. خب خواهر بزرگوار به منظور توصیه برای شما میگم کوشش بکنین که علیه شوهر خود گفتار زیاد نداشته باشین. این که برایشان توصیه میکنین شوهر گرامی عزیز شما بروین در کار، زحمت بکشین، کار کنین تا ای که یک لقمه نان حلال بر ما و فرزندان ما بر خودت تهیه کرده شود. شما باید زحمت بکشین، کوشش شو به توصیه ها. اگر توصیه شما کار نمی کرد، باز برای شما پیشانی ترشی لازم نیست، می توانین که بر پدرش بگوین یا کسی که دلسوز شما باشه که در بینتان یک درز ایجاد نکنه بلکه یک حلال مشکلات شما شود. بر از اونها بگوین که باید بر ازی توصیه کنه که تا ای در سر کار شود تا شما هم و هم فرزندان شما آرام باشه. اما ای که باز پیشانی ترشی صورت بگیره، زده خورد صورت بگیره، همیشه جنگ و جدال صورت بگیره، هم بی‌برکتی در خانه پیدا میشه و هم حد که حرمت میشه، همون حرمت و دوستی و محبتی که در بین شما و شوهرتان است او از بین میره و ضد اونا رو میپیچانه و امی کار شما باعث میشه که اونها اگر کار کردنی هم باشن باز کار نمیکنن. پس کوشش بکنیم از دیگر راه ها پیش برویم که شوهر شما علیه شما غضب هم نشه و کوشش کنه که گپ شما را هم بگیره. از راه حکمت پیش برین. اما با پیشانی ترشی و جنگ و جدال همیشه به امرایش به پیشانی ترشی رفتن ای باز کارساز نیست، ای بلکه کار شما را سختتر می سازه و اونها را بر بالای شما غضبش را بیشتر می سازه. خب میایم در موضوع برنامه سومین دسته از افرادی که کامیاب هستند و در زیر سایه عرش خدا جل و علا شانه مستقر می شوند. کدام دسته از افراد هستند؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، مردانی که قلبهایشان تعلق یافته در مساجد هستند. چی معنی؟ اگر نماز چاشت پیشین ظهر را میخوانه و از مسجد میروه به طرف خانهش، قلبش در داخل مسجد میمانه. به این معنی که
به این نیت مبرای که چه وقت و زمان زود برسه وقت نماز دیگر که پاس دوباره در داخل مسجد ما داخل شوم و ادای نماز بکنم. همچنان نماز دیگر که میخوانه به انتظاری نماز شام قلبش در مسجد میمانه. به همین شکل هر وقت نماز بعد از نمازهای دیگر. و یکی از جمله علائم مؤمن و صالح همی است که در مسجد خوش می باشه، هر چقدر وقت سپری باشه علیه بوج نمی آید. و علامت منافق ای است که در مسجد مثالی که بندی در بندی خانه باشه. کوشش بکنیم برادران عزیز وقتی که در مسجد می رویم آنقدر مثال نباشیم که در داخل یک قفس یک گنجشکی را انداخته باشی که وقتی پس دوباره از مسجد مبراییم مثالی که بالهایش بس دوباره ایلا شده. بعضی از برادران میبینیم در زمان برآمدن از مسجد چنان میشتابند ما فکر میکنیم که گویا از کلان یک زندان فکر کنی که 10 سال 20 سال سپری شده است. حال اینا کلشان از اونجا رها شدین یکی به دیگر شتابان مبراین از مسجد. نخیر، کوشش بکنین اولا کوشش بکنیم وقت خود را زیاد در مسجد سپری بکنیم. چند لحظه و چند دقیقه که استاد میشیم یا چند رکعت نفل میخوانیم فبها و نعمت. در غیر از او کوشش بکنیم بی‌نظمی ها را در مسجد نکنیم. خب چهارمین دسته از افرادی که نجات پیدا میکنند در صحرای آخرت رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه و افترقا. دو مردانی که دوستیشان به خاطر خدا جل و علا شانه است یک جا که میشن و جدا که میشن به خاطر خدا جل و علا شانه جدا میشن. یعنی به این معنی وقتی که من به همراه تو دوستی میکنم به خاطر که تو از جمله افرادی هستی که وابسته به دین خدا جل و علا شانه هستی، به خاطر به همراه تو دوستی میکنم که من هم از امو خوبی ها و کردار حسنه تو بر من هم نائل شو و من خوب شوم. اگر ما به همراه تو جدا میشم خب صرف به می خاطر جدا میشم که شاید به طور مثال میگیریم جان مقابل ما آدم خوب نباشن، انسان ناباب باشن، هرچی برش توصیه و نصیحت هم میکنیم اونا معامل نمیشن، به می خاطر ما از پیششان جدایی میکنیم. و ایره الله تعالی همچنان بیان میکنه در صحرای محشر بعضی از افرادی هستند که ندامت و پشیمانی میکنن یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش که ما فلانی رو دوست نمیگرفتم. خب امی دوست های ناباب ناساز باعث میشه که انسان به بیراهه کشانده شه و کوشش بکنین دوستای خوب انتخاب بکنین. پنجمین دسته از افرادی که نجات پیدا میکنن در صحرای آخرت کیها هستند؟ رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. مردانی که خدا جل و علا شانه رو در تنهایی یاد میکنن در حالی که از چشمانشان اشک جاری می باشه. به طور مثال نصف شب خیستن از جایگاه گرم خود خیستن در هوای سرد یا گرم برشان شب طولانی و کوتاه ارزش نداره، فقط مد رضای خدا جل و علا شانه ارزش برشان داره. اینها به خاطر رضای خدا از جایگاه استراحت خود میخیزند در حالی که هیچ کسی اینها رو نمیبینه. اشک ندامت از گناهانی که انجام دادن از چشمانشان جاری می باشه. این دسته از افراد هم از جمله صنوف کسانانی هستند که در صحرای آخرت از آفتاب سوزان محشر در امان هستند. ششمین دسته از افراد کیها هستند؟ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله. او مردانی هستند که زنان نامحرم که هم زیبایی برشان خدا جل و علا داده است و همچنان مقام و منصب دارند. بر از این مردان دعوت میتن تا به عمل نامشروع اینها گرفتار شوند و اینها در از او حالت میگن که ما از خدا میترسیم. و آخرین دسته از افراد مردم کیها هستند؟ رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شمالها ما انفق بیمینه. مردانی هستند که نه صدقه میتن به اندازه خفاانه صدقه میتن که اگر دست راستشان میته صدقه دست چپشان هم خبر نمیشه. وقت برنامه ما به اختتام رسیده. تا به برنامه بعدی شما را به الله بنیاز می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.